سلام و روز بخیر بیننده عزیزی آزادی. برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراهتان. امروز 15 ایون است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها. حکومت قرض شرکت زیرتابه بکسبور را بخشید. ساکن رشت را که جبر دیده اعتراف شده بود به اوباش عیبدار کردند و زائرین تاجیک امسال هم به حج نمی روند. تاجیک تلکام، یک شرکت زیرتابه خدمات علاقه که واردات اینترنت را در زیر مونوپولیا دارد، از پرداخت قریب 1 میلیون دلار اندازه جریمه آزاد شده است. خبرگزاری آزیا پلوس می‌نویسد در این باره قرار حکومت صادر شده است. پیشتر نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز گفته بود شرکت تاجیک تلکام یکی از قرضدارهای کلان از انداز میباشد. دولتزاده گفته بود قرض تاجیک تلکام در نزد بودجه کشور 86 میلیون سومانی یا 7.6 میلیون دلار است. بر اساس قرار نوی حکومت، این شرکت زیرتابه خدمات علاقه از پرداخت 5.5 میلیون سومانی قرض انداز و 5.5 میلیون سومانی فائز و جریمه ها آزاد کرده شده است. تاجیک تلکام شرکت زیرتابه خدمات علاقه و رهبری آن بکسبور واردات اینترنت را در تاجیکستان زیر انحصار دارد. از سال 2018 به این طرف تنها این شرکت حق دارد از خارج اینترنت آورده به دیگر شرکت های مخابراتی فروشد. ولی صرف نظر از این، تاجیک تلکام سالهای اخیر وضع مالی خوب ندارد و از انداز دیگر شرکت ها قرضدار شده است. قبلا اداره برق دوشنبه و شرکت تیسل هم به خاطر نپرداختن قرض از بالای تاجیک تلکام به دادگاه شکایت برده بودند. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در منطقه رشت سعدالله خدایارف، یک ساکن این ناحیه را که ادعا داشت در باغ فرهنگی این ناحیه از طرف 4 نفر لطوکوب شده است، به اوباش عیبدار کرد. سعدالله خدایارف برادر جنیدالله خدایارف، یک فعال شبکه‌های اجتماعی، گفته بود که روز 24 می 4 نفر او را در باغ فراغتی ناحیه رشت لطوکوب کردند و جاغش را شکستند. پیشتر در ریاست کارهای داخلی ناحیه رشت به رده آزادی گفته بودند در نسبت به حملگران با اتهام اوباش پرونده باز کردند و خدایارف جبر دیده اعتراف شده است. پیوندان سعدالله میگویند بعد نشر خبری لطوکوبی او در رسانه ها، مقامات ریاست کارهای داخلی منطقه رشت بدون شرح پیشکی او را دعوت نموده علیه او نیز برای اوباش پرونده باز کردند. این ماده از 500 تا 1000 نشان دهنده برای حساب ها و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی میکند. نزدیکانش ادعا دارند که پرونده جنایی در نسبت او فرمایشی است، زیرا ریاست کارهای داخلی منطقه رشت سعدالله را جبر دیده اعتراف نموده بود. یک نماینده ریاست کارهای داخلی با شرط ذکر نشدن نامش روز 14 ایون به رده آزادی گفت سعدالله خدایارف را امروز به شعبه دعوت نمودند و با شاهدان روبرو کردند. به گفته مقامات 4 نفری که سعدالله آنها را حملگر مینامد گفتند که او اول آنها را دشنام داده است. سعدالله خدایارف روز 14 ایون به رده آزادی در این باره چنین گفت: سعدالله خدایارف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایارف شکایت کرده بود که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی‌اندیشند. جانب دیگری بحث ادعا دارد که سعدالله خدایارف جنجال را سرد کرد و آنها تنها پاسخ دادند. مقامات در عربستان سعودی گفتند که سال جاری به 60,000 زائر ام شده حق می‌دهند که مراسم حج را اجرا کنند. مقامات اینچنین تصدیق کردند که امسال هم با سبب ادامه یابی پاندمی کرونا ویروس افرادی که ساکن این کشور نیستند برای شرکت در این مراسم بسیار مهم مسلمانی راه داده نمی شوند. دفتر مطبوعات وزارت حج سعودی روز 12 ایون گفت که شرکت در مراسم برای شهروندان و ساکنان شاهگری در حجم نه بیشتر از 60,000 نفر اجازه داده می شود. در اظهارات تاکید شده است که در مراسم امسال افراد از 18 تا 65 ساله بدون بیماری های مزمن و ام شده ها اشتراک خواهند کرد. در دوره تا پاندمی در مراسم حج
تا 2 میلیون نفر اشتراک میکرد و از تاجیکستان هم سالهای اخیر شمار زائران تا 6000 نفر میرسید. امسال مراسم حج از 17 تا 22 ایول برگزار می شود. سالانه از تاجیکستان هم حدود 6000 نفر برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی می روند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 14 ایون در صحبت به خبرگزاری دولتی خاور گفته است برای هیچ فرد تاجیکستان امسال رفتن حج فرض نیست، به خاطر که در این سفر مانع و خطر جدی وجود دارد. منظور مفتی از مانع پاندمیای کووید 19 می باشد. جسد سراج الدین یتیموف و قندلجان واحدوف، دو سرباز مرزبان که 8 ماه پیش در ولایت مختار کوهستان بدخشان غرق شده بودند پیدا شدند. جسدهای این دو سرباز که شناخته نمی شدند اول ماه ایون پیدا شدند، ولی پس از 13 روز از راه تشخیص DNK آنها را شناسایی کرده به خاک سپردند. این دو سرباز روز 29 سپتامبر سال گذشته ضمن تلاش نجات یک خواننده مکتب از خودکشی در رودخانه برتنگ در حدود ناحیه روشان غرق شده بودند. اسکندر واحدوف پدر قندلجان واحدوف روز 14 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که جسد پسر او را 36 کیلومتر و جسد همراهش سراج الدین یتیموف را 6 کیلومتر پایانتر از مکان غرق شوی پیدا کردند. او گفت که آب جسدها را زیر قم کرده بوده است و حالا با پایان شدن سطح آبی رودخانه برتنگ جسدها نمودار شدند. این دو سرباز که از انجام خدمتشان در ارتش یک هفته دیگر مانده بود برای نجات یک خواننده مکتب خود را به آب انداختند. جسد خواننده مکتب را یک روز پس روز 30 سپتامبر سال 2020 پیدا کردند، ولی جستجوی جسد سربازان نتیجه نداده بود. سراج الدین یتیموف ساکن شهر دوشنبه و قندلجان واحدوف ساکن ناحیه یاوان در قسم حربی 0410 سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان خدمت می‌کردند. در شبکه‌های اجتماعی تلاش این سربازان برای نجات جان یک خواننده را توصیف کرده رفتار آنها را قهرمانی عنوان کرده بودند. خبری از سوی وزارت مدافع ازبکستان خریدن 2 خودکار طلایی که هر کدام نزدیک $3000 ارزش دارد کاربران ازبکستانی شبکه‌های اجتماعی را به بحث کشید. وزارت مدافع ازبکستان در شرح خبر نوشت خودکار یا روچکه ها با مبلغ بودجه وزارت خریده می شوند. آیبک تورسونوف مقامدار دستگاه پرزیدنت و همزمان داماد پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیف نیز با مبلغ بودجه آن کشور در عوض $6221 2 دانه خودکار نوع مونت بلنز خریده است. این خودکارها 15 اکتبر سال 2018 خریده شدند. خودکارهای خریده داماد میرزیف گران ارزشتر از خودکارهای هستند که وزارت مدافع ازبکستان روز 9 ایون سال جاری خریده است. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 ایون را فرا میگیرد. 15 ایون سال 2011 مجلس نمایندگان قانون بحث برانگیز مسئولیت پدر و مادر را قبول کرد. بر اساس این قانون والدان را می توانند از جمله برای بی‌نظارت گذاشتن فرزند، مسجد رفتن فرزندان نابالغ یا حتی برای با تلفن موبیل یا پلنشت به درس فرستادن فرزندان جزا دهند. بر اساس این قانون که با تنقیدهای زیادی حامیان حقوق روبرو شده است، تنها سال 2020 برای بی‌توجهی به تربیت فرزندان 13000 پرونده باز شده است. 15 ایون سال 2013 حدود 10 اتحادیه ایجادی تاجیکستان گفتند که از اولگا توتوبالنا، خبرنگار هفته‌نامه آزیا پلوس، برای یک مطلبش در نشریه به دادگاه شکایت می‌کنند. نویسنده‌ها و عالمان و رسامان و آموزگاران از استفاده یک پاره اقتباس لنین درباره زیاییان خود را تحقیر شده شمردند و دادگاه عالی یک سال بعدش نشریه را وادار کرد که از اهل زیا عذرخواهی کند. سازمان‌های حامی حقوق مرافعه‌های دادگاه ژورنالیست را محکوم کردند. 15 ایون سال 2005 آخرین قطعه و گذرگاه در منطقه 5 به دوش نیروهای مرزبانی تاجیک واگذار شد و با همین سرحدبانان تاجیکستان نظارت پره مرز با افغانستان را از دست روسیه به دست خود گرفتند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، تاجیکستان به جنگ داخلی گرفتار شد و روسیه تصمیم گرفت نظارت مرز با افغانستان را ادامه دهد. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 15 ایون چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید و اگر خودتان هم خبری و نظری دارید حتما به ما نویسید. تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید.